طاقت کن مظفر، طاقت کن. معالجه در بیمارخانه. زود باشید. احوالش خیلی وسیع است. درباره این حادثه چه معلومات داده میتوانید؟ یگان نفر این حادثه را با عهده گرفته است. گفتم که چیزی گفتن نمیتوانم. اجازه ده. زود با اتاق جراحی. خدایا التماس هنوز درد حلیمه نگذاشته است. باز به سرمان فلاکت دیگری نیار. خدایا میدونستم با تو نمیرفتم. اگر وای مرده باشد چی؟ بسیار نلق تو. دویدن گیر. کمی پس همه کوچه ها را محکم میکنم. من را به بلا گرفتار کردی. لعنتی دویدیم. خدایا دویدیم. خفشت رو نگاه کنید. دیگر جایی دویدن نیافته. در دیگر جا دوید. نترسانه. خوبم گفتم کو. در وقت حادثه من از بانکمت پول میکشیدم. مظفر سخت زخمی شده است. احوالش چخیل است؟ خیلی وزنین. حاضر به جراحی بردند. همه واقعه ها با پلیس ها روی میدهند. التماس راستش رو گوی. به خودت هیچ چیز نشده است؟ زنک من این گپ ها را خاموش میکنم. پس اون زنگ میزنم. در کجاست مظفر؟ شوهرم در کجاست؟ اکای نجیب مظفر چه خیال است؟ خوب است خدایا. آرام شد. چه خیال آرام شدم اکای نجیب مظفر. خواهینها بیارها شوهرم را کشتن. گلشن خواهش میکنم آرام شو. پسرم یتیم ماند. هنوز 1 ساله نشده است بیچاره. یک بار هم پدر نگفته است. گوش کن گلشن. مظفر نمرده است. زنده است. در اتاق جراحی است حاضر. راست میگویید؟ مظفر زنده است؟ البته زنده است. زخمی است. انشاءالله شفا مییابد. اکا به من دروغ نمیگویید؟ گلشن به خدا که زنده است. نباشد احوالش چه خیل است؟ دکتر چی گفت؟ دکتر هنوز در اتاق جراحی است. متاسفانه احوال مظفر وزنین است. خیلی وزنین است. لیکن ساق و سلامت از این در میبراید. میبینی خودت میبینی. با او یگون گپ شود من چی کار میکنم؟ خونم میسوزد. خدایا من چی کار میکنم؟ تو مردنی چی کار میکنی؟ خیز پلیس. بچه ها چی کار میکنید؟ قریب بود زیر ماشین میدر آمدید. چی شد؟ با کجا میدوید اینقدر سر و سیما؟ وای اکای مامور مادرم بیماری سخت شد. داروخانه نوبدار رو میگفتیم. داروخانه نوبدار رو پیدا میکنید؟ بله. 4850 مرکز در خیابان بربرا سراغه نزدیکترین داروخانه نوبدار رو گویه. کوچه 113 داروخانه گازده. فهمیدید؟ فهمیدم. از اینجا مستقیم روید. داروخانه در همونجاست. تشکری زیاد. چی زحمت میشود؟ این وظیفه ماست. خدا شفا دهد. تشکر. فاشیست های گفتگیت همین ها هستند. حتی پدرت با تو این خیل خوب معامله نکرده است. تو دخل دار نشو لعنتی. تو با این خیل بودن اینها نگاه نکن. اینها درویان. دهانت را محکم کن. فهمیدی؟ هیچ چیز ندیدی نشنویدی. نباشد 1 عمر در حبس میشینی. فهمیده گیر. باز چقدر انتظار میشویم؟ اقلا 1 نفر خبر میداد؟ انا دکتر از جراحی برآمد. دکتر مظفر چه خیل است؟ تبریک. ما خیلی ترسیدیم ولی خوب شد. جراحی با موفقیت گذشت. امیدوارم بعد از 2 هفته مثل بیشتر بشه. شکر. خدا از شما راضی باشد دکتر. تشکر به شما. لیکن 1 روز در اینجا میماند. یگان چی شدنش ممکن. بعد از 4 روز جواب میدیم. انشالله زود شفا مییابد. خوش. و تو نگفته بودم مظفر زنده میماند.
چی شد یوسف؟ درنی میشه از کجا اومدی؟ خدایا چی شده باشد به این؟ بله تماشاگران محترم، یک خبری نو است. حاضر در جای حادثه با همکارمان مستقیما در تماس میشویم. حاضر در نزدیکی کنسولگری که حادثه روی داده است ایستاده‌ایم. پلیس همه بنا را محکم کرده است. از اینجا به نزدیکی بنا دیگر رفتن اجازت نمیدهند. از وقت حادثه این جانب کسی را اجازت نمیدهند که نزدیک شوند. از روی خبرهای عمیق شده هجوم را 2 نفر با بمب‌های دستی و با شیشه بنزین کردند. 1 نفر پلیس در وقت نوبتداری در کنسولگری زخمی شده است. کمک اولین را به پلیس این خانه سوخته ها باز سوزاندند. انشالله دیگر نمی سوزانند. ای خدا، این وطن زیبا را از این خائنه ها محافظت کن. در کجا میگردی پسرم؟ خواطر شدم. با بچه ها درس خوندیم بابا. شما غم نخورید. به حالم گذارید، آخر کلان شدم. نخواد آدم با بابایش همین خیل گپ زنده. بابا حاضر گپ نزنید. او چی شد است آخر؟ چی میشد؟ باز به دولت کاردار شدند. اینها رو به 2 تنگه میخرند و به دستشان بمبه میدهند که به طرف بیچاره پلیسا پرتایند. گویا که آنها فرزندی این دولت نیستند. انسان به دشمنش هم این را روا نمیبیند. خانه پلیس سوخت. مرده است مگر؟ نه، زخمی شده است، لیکن احوالش وزنین. یک لحظه بچه. در نزدش نیستادم اکای نجیب. تنها نمیگذاشتم مظفر رو. حاضر به نزدش در آمده نمیتوانیم. دکتر گفت که زنده میماند. تو روز به خانه برو. سرت رو نگاه کن. خدا از شما راضی باشد. چخیل حق شما رو برمیگردانیم نمیدونم. اکای نجیب التماس این خیل نکنید. گیر این رو. اگه کودک رو به بیمارخانه بر. مظفر خوب است، غم نخور. بچه حاضر تو رو به خانه میبرند. سلیم. نبای سردار. خانم گوشن رو به خانه اش میبری. کودک رو به جای من بوسه کن. مایلش. سردار، و فکر شما حمله را کی کرده است؟ من حساب میکنم که این حمله رو بعضی تشکیلات های پنهان کار کرده است. آنهایی که آرامی را نمیخواهند. نباشد سردار این پنهانکاران کیستند؟ گفتم که آنهایی که آرامی دولت را نمیخواهند. برای فایده خودشان ترور میکنند. هرچند هم دیاران مایند، لیکن از ما نیستند. خیانتکاران نقابپوش خودشان را در مشخانه ها پنهان کردند. من که ها را در نظر دارم، خیلی خوب میفهمید. احوال پلیس زخمی چه است؟ شکر خدا زنده میماند. حاضر خبری آخرین را پیشکش میکنیم. پلیسی که از طرف تروریستانی به کنسولگری حمله کرده زخمی شده بود زنده مانده است. بعد از حمله پلیس را زود به بیمارخانه برده جراحی کردند. یوسف، بمب رو به کجا پرتافتند؟ به کنسولگری پرتافتند. اینها کی باشند؟ اینقدر دشمنی به این ملت. از پلیس بیچاره چی میخواستند؟ آخر وای هم زن و فرزند داشت. تروریستند بابا، نمیدونید مگر اینها فرزند انسانند. خونشان ویران است. شیرین مادر نخوردند. گفته هایتان حق بابا. کمی پیش به شما دغلی کردم، ببخشید. پسر، ما برای چی هستیم؟ شما خطا میکنید، ما میبخشیم. همین خیلی خطا نکردن رو میآموزیم. انا همین طور. داروهایتان رو خوردید؟ اکنون خواب روید، دیر شد. زنگ ساعت را فراموش نکن. به نماز بامداد دیر نمونم. فراموش نکردم بابا، غم نخورید. پیش از خواب میمونم. اینک باز خواب میکنیم.
لیکن آدم ها خواب نمی روند، خلق را به هم می شورانند. صد حیفه. ای وای خدایا چقدر دردی سخت هستین. بسم الله الرحمن الرحیم. خواب خوش پسرم. این چی کاری کردم؟ چی خیلی به این راهی خطا رفتم. شکر خدا زنده موند. باز قاتل می شدیم. مایلش خدا رحم خورده است. تونجر در خونه نیکو سلاح را به سر مانده مرا دزدید و یک دروغگویی که در قلب لیستد. چقدر دروغ میگویم؟ با خدا راست میگویم. به سرم سلاح موند. در اظهارت تر میکنی. راست میگویم. با چشمانش نگاه کردم و گفتم از تو نمیترسی. نه تو همین خیل گفتی؟ بله. آدم به سرت سلاح موند و تو نترسیدی. تو چی فکر کردی مرا؟ تو چی فکر میکنی؟ مرا آخری هفته دزدیده بودن. از زمین سنگ گرفته زدم. رها کنید گفتم. این را حتی با نوار گرفتند. از سلاح نترسیده است؟ دروغ میگوید. بیاید از اپم پرسیم. این سرش رو در کجای زده است؟ بیا رفتیم. گویا سخت زده است. نوبت ما میرسه. الپرین همین قدر دروغ میگوید که من به شما نشان میدهم نترسیدنم رو. بعد از باغ به زودگوی پدرم رفتیم. حاضر آنجا فرمه اسپار شده است. نه چی خیلی نقص. به تو یک چیز میگویم لیکن بینی خودمون ماند. چی میگویی؟ آدم رو در هیجان نمان. اما و عددی که به هیچ کس نمیگویی. مایلش وعده میدهم. در اونجا یوسف نام جوان زیبا است. خیلی زیبا است. نباشد با یک دیدن عاشق شدی؟ لیکن تو هم گفتم و پشیمون شدم. با یک دیدن عاشق همین است. تو رو دوست میدارم یوسف. خیلی دختری بدی سوده. چرا گپ رو زود دیگر طرف میبری؟ چی کار میکند این یوسف؟ دانشجو در نزدیک یک دانشگاه است که حقوق شناسی میخواند. ایستو؟ او چند سال است؟ نمیدونم. به فکرم 20 سال است. لیکن دیدن در کار است. عجیب است. این خیلی باشد میبینیم. دانشگاهش نزدیک است. جدی میگویی؟ میرویم. البته چی است؟ ناگهان واخورده میگویم. چی گفتی؟ مایلش میشود. رفتیم. بیا رفتیم. نجوم دستا بالا. این چی شوخی بمانی؟ خفه نشو برادر. بسیار خنده آور. چی شد سحری بر وقت چرا جیغ زدی؟ نپرسی یک کاری بد شد. بیا این سو. چی شد؟ یگان کس بیند آدم کشته میگوید. قریب همین خیل میشد. خیریت که زنده موند. تو چی ها گفتند رو میفهمی آشنا جان؟ مان شوخی ها را؟ چه خیل شوخی؟ دین شب در اخبار حمله به کنسولگری رو نشنیدی مگر؟ شنیدم. انا همون رو من با اولش کردم. چه؟ بیا یک جای به یگان جو رویم گفت. رفتیم. چی شدنش رو نفهمیدم. یکی دیدم بمب برآورد. بمب ها کفیدن. آدم زخمی شد. ای یوسف با وای تروریست چیکار داشتی؟ مان این گپ رو؟ تو گوی که من چیکار کنم؟ با پلیس میروی چیکار هم میکردی؟ باور میکنن به من؟ حیاتم میسوزد. در حبسخانه میگذارد عمرم. درس پرس همش رسوا میشود. یگان شنو ساختن در کار. یگان نفری را پیدا کردن در کار کی تو را گوش کند. پاره ها را سنجیدیم سردار. اینها بمب های دستی A4 میباشند. پرتغالی هر تشکیلات این را یافتن نمیتواند. کاری تجربه داران است. این یکی از بمب های خطرناک است. این همه را از کجا گرفتند یابید؟ یگان چیز یابید خبر دهید. اطاعت سردار. سلام سرکردی. سردارم حادثه را فهمیدم. مظفر چه حال دارد؟ شکر خدا زنده موند. نه با دکترش گپ زدم. پگاه جواب میدن خدا خواهد. سردار یک چیز پیدا کردم. کامera در نزدیک کنسولگری عکس دو نفر رو ثبت کرده. یگان چه زنیق شد؟ انا اینها مرحمت کنید. سردار این جوان شناس می نماید.
ба ман ҳам шинос менамояд. сардор ин ҷавон пеш аз ин ҳам дар донишгоҳ як полисро захмӣ карда буд. вай маротиба рӯяшро бо рӯймол маҳкам карда дар сараш кулоҳ дошт. шумо боварӣ доред? хеле монанд аст. вай дафъа аз наздик дида будам. аксашро боз каме наздиктар. марҳамат. аниқ вай аст. аз компютер аксҳои кунаро бинем мефаҳмем. дигараш чӣ? дигараш пушташ ба тарафи камера аст. ки буданаш маълум нест. бисёр хуб, дар ин самт кофтуковро идома диҳӣ мешавад. итоат саркамисар. худоё, дар куҷо ман ин бачаро дидам? ин бачае ки дар барномаи раъно буд ба ӯ монанд аст. йигит, ту ба раъно занг зан. фаҳмидам сардорон. раъно, ба ту як кори заруре дорем, фақат таъҷилан. ака чӣ хел буд ҳамла? дидӣ ҳамин тавр не ака? як мушти хуб задам. ҳамин тавр! ака чӣ кор мекунӣ? чӣ шуд? чӣ хел мешуд лаънатӣ? модарат шаби дароз дар телевизор дод задааст, аксҳоятро нишон доданд. телевизор ака, модарам дар он ҷо чӣ кор мекунад? албоми нав баромадааст, менеҷерат шудааст, дар бораи ту нақл мекард. худоё, аз куҷо медонам чӣ кор мекард? аммо ман инро медонам ки дар ҳама ҷо полис туро мекобад. аниқ карданд туро. чӣ шуд? ки ҳастӣ? оғои кабутар шумо ҳастед? вай бубахшед. майлаш оғои кабутар. итоат оғои кабутар. ғам нахӯред, ман ҳал мекунам. вай бачае ки бо ту буд? юсуф? чизе ки набошад бачаи боваринок аст, ба полис хабар намедиҳад? боваринок аст ака, дар донишгоҳи мо мехонад. ман вайро як бинам. ту ҳам рафта ба модарат гап зан, коре кун хаб шавад. набошад ман маҷбур мешавам ки хаб кунонам. баъд ба ту мегӯям куҷо ғайб мезанем. сабил. бифармоед. чӣ шуд рафиқ сардор? чаро маро ҷиғ задед? ба улашам ягон чиз шудааст? марҳамат хоҳарам, гузаред, гузаред. марҳамат. шин чанд рӯз боз хабар намегирад. ба сараш ягон бало омада бошад. мутаассифона писарат ба ҳодисаи гумонбар шудааст. нагӯед илтимос. чӣ хел ҳодиса? фикр мекунам дар таркиши консулгарӣ даст дорад. эвой бачаи беақли ман. эвой чӣ хел кардӣ? чӣ хел тавонистӣ? наход ҳамин хел бошад рафиқ сардор. хоҳарам, дар ин ҷо нафареро ки мебинӣ писари ту улаш аст? ин вай улаш. албатта шумо намехоҳед ки ба ӯ ягон зарере бирасад, аммо писаратон як полисро захмӣ кардааст. вай полис ҳам фарзанди модар аст. агар ҷояшро донӣ гап зан. ту низ намехоҳӣ модарҳои дигар мисли ту гиря кунанд, ҳамин тавр не? донам пинҳон мекардам агар. чанд бор гуфтам. нарам, туро фиреб мекунам. худатро фикр накунӣ, модаратро фикр кун гуфтам. лекин гӯш накард. гӯш накард. ягон полис ё адвокати шинос надорӣ? фикр кун. ёфтам. акай наҷиб дар амният сардорам гуфта буд. ба хотири бобоям маро гӯш мекунад. ягон роҳ нишон медиҳад албатта.
шиноз боша чаро истодаӣ зуд рав майлаш мебахшед юсуфро мешинасӣ нигоҳ кун ана вай саломат бош эй ошно чӣ гап шуд ту кистӣ натарс шербача ман дӯсти туям каме суҳбат кунем чӣ гап мезанем ман бародари улаш ҳастам акнун фаҳмидӣ аз ҳамлаи кардаатон ташкилот розӣ аст ака росташро гӯям ман дар ин кор нестам ин гапро бояд пеш аз инфиҷор мегуфтӣ дер шуд ба полис чӣ мегӯӣ ба полис мегӯӣ ки бубахшед ман полисро қурбон кардам ака монед маро илтимос девона нашав ту оянда дорӣ пул бошад пул қувват бошад қувват барои хондан чӣ вақт сарф мекунӣ инқилоб ки кардем барои хондан вақт бисёр мешавад барои 3 танга кор мекунӣ худо бузург аст аз ягон ҷо ризқамонро медиҳад ман ин гапҳоро ризқ будааст баракат будааст аз ҳаво кай пул рехта буд касе ки ин гапҳоро мегӯяд як ҳаёт азоб мекашад ту яке аз онҳо мешавӣ ман ба ту пул қувват чизе ки мехоҳӣ ваъда медиҳам инқилоб шавад аз инҳо боз бисёртараш аз ту мешавад холаи хатича чӣ хел шуд ки писаратон ба ин хел корҳо даст зад напурс писарам хурд буд ки бадараш вафот кард як амакаш буд ки каме кӯмак мерасон улаш ӯро мисли падараш медонист баъд фаҳмидем ки заҳри мор будааст дар бораи алоқа бо ташкилот медонистӣ аз куҷо донам ин корҳоро сардор ҳамин хел будааст рафту омад писарамро фиреб кард ҳозир амакаш дар куҷост ба полис чанд сол пеш тирпаронӣ карда буд як рӯз омада бурданд то ҳол дар маҳбас аст ҳама вақт давлатро полисро гунаҳгор мекунад мумкин барои улаш дер нашуда бошад ёридии ӯро аз ин ташкилот мумкин халос карда тавонем сардор магар ман намехоҳам ки улашам халос ёбад чизе ки хоҳед иҷро мекунам гӯш кун фикр кун ин фурсат кам муяссар мешавад кале ба ман де ана ҳамин хел акнун ту ҳам яке аз моӣ чизе ки хоҳӣ шарм накарда гап зан акаи борона такягоҳи туст майлаш ба ман иҷозат ки буд вай ҳариф ҳеҷ як рафиқ ба полис намеравӣ магар фаромӯш кун ғафсак беҳтараш дар ин мавзӯъ гап назан сари худамро бефоида дар бало мегузорам онҳо гапро гӯш намекунанд ҳозир бефоида месӯзонам худамро ин ошиқи шайдоро бин қом ба роҳи худат рав ин бӯй мекунад аз ин бӯй асп меояд чӣ мехӯрад чӣ менӯшад намедонам чанд рӯз боз ба хона наомадааст мо ҳастем кӯ ташаккури зиёд аз шумо як хоҳиш дорам писарам ягон беақлӣ накарда ӯро пайдо кунед парво накунед писаратро меёбем ваъда медиҳем хезед холаҷон меравем майлаш ягона умедам шумо ҳастед аҳволи ин модарҳоро мебинам дилам реш мешавад мо боре бо ягон инсони бедоғ вомехӯрда бошем оё ин аҳворо бин ба модар нигоҳ мекунӣ ҷудо месӯзӣ ба писар нигоҳ мекунӣ ҷудо месӯзӣ шайтон ин вазифаро парто мегӯяд охир сардорам ин суханҳоро бояд ман гӯям мо маҳз ба хотири шумо дар ин ҷо кор мекунем охир ҷабдидагон бояд ба назди кӣ бираванд кӣ онҳоро муҳофизат мекунад йигит майлаш нақши маро ба ман мон одамро қаҳраш биёшиҳое ки намегӯяд
майлаш ба корамон бармегардем шинкани аз куҷо сар кунем сардорам мо донишгоҳро ва одамоне ки бо ӯ дар алоқаанд зери назорат гирифтем ба бачаҳо гуфтем ки дар вақти тафтиши ҳуҷҷатҳо бо диққат бошанд ин улаш аз ягон ҷо албатта мебарояд агар накушта бошанд ва ё агар ба хориҷа нарафта бошад хуб мешавад хонаашро ҳам дар зери назорат гиред ягон ҷой намонад итоат сардорам ин мӯйлаб ҳам надорад чӣ хел туро аз дасти ман мегирад این خیلی باشد تو رو از دست من کی میگیرد ها؟ کی میگیرد؟ این مغز پوچی سرت رو بچه ها طرف تیت کنم ها؟ یوسف با خود بیاد سلاحی گزی است ما با گزی کار نداریم 14 میلیمتر هستیم یوسفیستو بیعقلی نکن یگان حادثه روی میدهد گوش کن خانم دلبر آدمی که در برت میگردد احوالش رو بین تو رو نقص دیدم من عیب است گناه است چی است در اینجا که نغمه میکنید هر کس به مثل شما بای تولد نمیشود حق هستی خیلی حق هستی یوسف بس کن من شوخی کردم با خدا ما هم برابریم چی شد برادر شده مکنون نگاه کن قفسک سلاح رو برآوردم در یک دم همه برابر شد یوسف از برای خدا سر ده او رو حیاتت را میسوزانی روید از اینجا حریفای ترسانچه دیدی قفسک چه خیلی برابری آوردم حتی از آنها بالاتر هم شدم یوسف تو چی کار کردن و چی گفتنت را میدونی پیشتر چی میگفتی و حاضر چی کار میکنی اکنون همین خیلی میشود این کار با همه با زبانی خودش گپ میزنیم از صحیفه 35 کتاب میتوانید این موضوع رو خوانید بچه ها چه خیلی که به شما گفتم پگاه موضوع حرمت پدر و مادر رو تیار کرده می آید از رخصتی برگشته وظیفه هایتان رو تفتیش میکنم فهمون بچه ها فهمون معلمه تمام тамошобинони муҳтарам дина шаб ҳамлае ки ба консулгарӣ кардан ҳеҷ кас ба уҳдаи худ нагирифтааст чӣ хеле ки медонед террористҳо бо бомбаҳои дастӣ ва шишаҳои бензин ба консулгарӣ ҳамла карданд ва як полис захмӣ шудааст پسرم چقدر تو رو فریب کردن بمبه ها رو پرتوفتیم مادرت را با چشمانی گریان ماندی هم خودت را با همه رو سوزاندی پسرم آچا تو شده را آچا الیاس رویست سردار نجیب شخصی که میکوبیم کمی پیش به خانه مادرش آمد هنوز در درون است خیلی دختر ها تو بزدید بیا رفته بینیم این یوسفی زیبایت را من از دل صبح گفتم تو چرا گپ رو به دیگر سپردی؟ من همین خیلی گفتم درم خفه شدی خیمه‌اش رفتیم اما با پدر و مادرم چی میگویم یکم بهونه مییابیم یوسف رو بینیم خیلی در هیجانم اپا رفتیم خونه اپا امروز به خانه ما میرود درس میخونیم این خیلی باشد میلش من خودم میروم سوده نرویم نمیشود تو این یوسف رو دیدن میخواهی یا نمیخواهی من اونقدر در فکرش نیستم لیکن تو مرا مجبور میکنی مایلش تو هم میخواهی لیکن رفتیم نوربانو رفتیم تو گوش نماندی حاضر تو رو به خونه برام مادرم جنگ میکند
اگر در اینجا مانم نمیشود. پس اون که درو با هیچ کس نگفته یگانجا میابم برای تو. هنوز در داخل است؟ بله سردار. چند روز باز ندیدم. بیا با تو چی خل در تلویزیون برآمد کردی؟ مرا کشتن است و نابود کردن میخواهی ها؟ پسرم این چی گپ خودش؟ تو جان و جگری من هستی. من حرکت میکنم تو رو محافظت کنم. من برای تو شدم و بریزه میبرم. نگاه کن به خونه خودمون ترسیده میدرایم. مثل شما بر اینها عذاب نکشن گفته برای این خراب شدنش حرکت نکنم. تو باشی با تلویزیون برآمده با وای لعنتی ها همکاری میکنی. چقدر زنی بی‌سواد هستی تو. پسرم با وای بدین و به ایمان ها چیکار داری؟ شین در برم کار کرده تو رو نگاه میکنم. همه شکا میکنه. همه افسانه و مثل. خدا را یادار. مادرت را گوش کن. از وای آدم ها به تو فایده نیست. من اکنون نامی خدا را من. تو داری روزه تسلیم شو. ها؟ بولش ایلاج نداری تسلیم شو. تو خبر دادی؟ تو خبر دادی؟ مادر! تو خبر دادی؟ کنی بیا جورا جان. در اینجا کسی نمیبیند. اون طرفی است. باز آواز نبراری. مایلش کی میستا در اینجا؟ الپرین تو در اینجا چیکار میکنی پسرم؟ هیچ چیز. چه خیلی درصد گذشت؟ معلم وظیفه خونگی داد؟ داد درباره حرمت پدر و مادر وظیفه داد. بسیار نقص گفته است معلمه. در قرآن کریم گفته شده است که در نزد پدر و مادر حتی اف نگویید. این چی معنی دارد و چه؟ پسر خدا انسانها را آفریده است. میخواست آنها را در جنت نگاه دارد. میخواست خرسندانه و جاویدانه زندگی کند. اما مکافات رسیدن در راه جنت حق مادران را گذاشته است. اگر بچه ها پدر و مادر را نرنجانند در راه جنت هیچ چیز به آنها مانع نمی شود. اگر کودک ها به مادرشان بدی کنند حتی روی جنت را نمی بیند. بیا درو شب از پدرت میپرسیم وای خوب در نقل میکند این موضوع را. نوربانو کنی هنوز نامده است؟ به خونه اپای سوده رفتند درس میخونند. خدایا با من خبر نداد. یکی تو به این طرف گفتر. تو باشی به این طرف. ما به تو ضرر نمیرسانیم. بولش آیسته بیرون برو و تسلیم شو. سردارم در کشاده می شود. او دیوانه شده است. من از پس می روم. مایلش اگر من حاضر با تو اوف گویم چی میشود؟ خدا این خیلی پسرها را نقص نمی بیند.
کسی که پدر و مادر را میرنجاند هم در این دنیا و هم در آخرت همه وقت عذاب میکشد. نه البته بعد مادر جون پدر جون گفته سرش رو به دیوار خوزند هم دیگر فایده ندارد. میدونی حضرت پیغمبرمون چی گفته است؟ جنت در زیر پای مادران است. کنی بینم؟ نکن پسرم، چی کار میکنی؟ خدا خیرت دهد. یعنی اگر کسی به جنت رفتن خواهد این معنای آن را ندارد که همچون لطه زیر پای مادر باشد، یعنی قدر مادر را داند. من پایت رو میبوسم اوچه. نکن پسرم. خدا خیرت دهد. گوش کنید فاشیست ها، مادر نمیگویم مرز سر این زن را پاش بکنم. واضح نمیرسید. مادر بین دو آتش ماند. بلاشم قربانت شوم سرده پسرم. این سال چقدر به مادرش دست میبردارد. من تسلیم نمیشم، همکاری نمیکنم. ترسان شد نیست، دولت دشمنی ما است. بیا با دولت تسلیم شو پسرم. چیم شو چیم. بلاش آرام شو. مایلا سلاح ها رو میپنتاید. سرده پسرم. مادرت رو سرده مرا گیر. بلاش زنی که تو رو 9 ماه در شکمش برداشته گشته است، چون این رفتار رو به او روا میبینی؟ چی؟ من با او گفتم که برای 9 ماه کشاند. من با او گفتم برای تولد کند. بلاش نزدیک نشان لعنتی. مادرت رو سرده مرا گیر. رحم کن به زنی بیچاره. چند روز باز پریشان است. ما دو مرد تنها به تنها گپ میزنیم، تنها هر دوی ما. من با پلیس گپ نمیزنم، خواهی نیستم من. یگید از پوشتش رو. سردارم احتیاط باشه. تعقیب کن. بلاش ایستا. در شود لعنتی ها. بردارید سیگار را. بردارید. آلا. بلاش. تو با اون طرف رو. خوبی خواهرم؟ یاری دیدید به سری مادری خود سلاح گذاشت. تقدیر را بینید که این روزها رو هم دیدم. جوان زیر تاثیر قایه‌های ارتجاعی مانده به جانور تبدیل یافته است که حتی به سر مادر خود سلاح میکشد. این چی کار است خدایا؟ چهل انسان‌ها به حیوان تبدیل می‌یابند. این خیل نبود پسرم، گرفتاری تروریست ها شد. بلاشیستا. عثمان تو با ما برو مدارو. ایستا. در این دانشگاه کلان اکا یوسف رو از کجا پیدا میکنیم؟ اگر چه خیلی گفتی زیبا باشد حتما به چشممون میافتد. ها دخترها شما با کجا؟ اکای من در این دانشگاه میخواند، به دیدن او آمدیم. اکاد گفتی؟ پدر من پلیس است، هم سرداری اهمیت. همین تارگوی پدرت پلیس باشد تو دختری خوبی نباشد. بله خیلی دختر خوب است نوربانو، همین طور نه؟ مایلش گذری نباشد، لیکن با دقت باشید. یوسف تو مرا گوش کن. به بلای گرفتار نشده این سلاح را گم کن. خدای پلیس تمام شدیم. بین سودا انا اکا یوسف. اکنون چی کار میکنیم؟ نمیدانم چی کار میکنیم. چه خیلی که گفتی زیبا بوده است، بیا با نزدش رویم. یوسف سرمان را در بلا میمانیم. نمیدونم من این سلاح رو در کجا پنهان کنم آخر. یگان چاره یافتن لازم. یوسف اکا سلام، من نوربانو.
دختر سردار نجیب آخری هفته به فرما اومده بودیم. نوربانو. بله در یادم اومد. چیکار میکنید در اینجا؟ فکر میکردیم که دانشگاه شما چه باشد. و نوربانو از من دیده بیشتر اینجا رو دیدن میخواست. نوربانو شما را یک لحظه ممکن؟ یک چیز میدهم که به فرما تعلق دارد. بیا. در کدام مکتب میخونید؟ در همین مکتبی نزدیکی. گوش کن نوربانو، چیزی که به تو میگویم خیلی مهم است. بسیارتر برای فرما مهم است. به من یک خوبی میکنی؟ چرا نه یک یوسف؟ این سلاح را برای من پنهان کردن در کار. چی؟ شما چرا سلاح دارید؟ تو نترس. با پدرت همکار هستم. من پلیس هستم. در دانشگاه پلیسی پنهانی هستم. راست میگویید؟ راستی پلیس هستید؟ بله. اما این را در اینجا کسی نمیداند. پلیس های نزد دروازه نیست. از من سلاح یابند همش معلوم می شود. پلیس بودنم انیق می شود. میفهمی؟ حاضر تفتیش میکنند. تو هم دختری پلیسی، به من کمک کن. من روزی، اما از دروازه بر آمدم زود میگیرید. البته میگیرم. دروازه را گذاشته در بالاتر مرا انتظار شوید. روید اکنون. از تسلیم شدن دیده خوبترش خودم را به پایان نپرتایم. پرتو زنگیر جانی مرا نمیگیری. دنیا از یک حرامی کم میشود. لیکن به مادری پیرت دلم میسوزد. تنی دستهایت را بردار. به نزدیک من بیا. نزدیک نشو. میپرتایم. دروغ نگو. من هر روز این گپها را میشنوم. در آخر همتون گریه کرده تسلیم میشوید. حالا همینطور فقط جسدی مرا شما میگیرید. انا نگاه کن. میپرم. اولاش ایستا. دیوانگی نکن. ایستا. چی بود در سمکت ماندی؟ سلاح بود؟ هیچ چیز نه، بد میگویم. چرا سلاح را به او دادی؟ شد. من چیکار کردنم رو میدونم. رفتیم. دخترها یک دقیقه. سمکه هایتان را یک بینیم. کشایید کنی. کنی زود باشد. زریحش را کشو. بگذار روند. اینها حاضر آمدن. پدری او پلیس است. گذارید. مرحمت گذارند. خدا رو شکر. از این هم خلاص شدیم. انا همین آقای مامور. مثلا فلانی ها. کنی دستیاتون را بردارید. مرا کشتنی بود. شاهد دارم. نوربانو، یوسفت به بالا نبوده است. بیا رفتیم از اینجا. سلاح رو باید گیرد. انتظار شدم در کار. چه خیلی انتظار نمیبینیم اگر. بیا رفتیم. سلاح پیدا نکردیم. اما با پلیس خانه میرویم. او دروغ میگوید آقای مامور. چه خیلی باز سلاح؟ خداحافظ رانو. شب خیر. تبریک میکنم. برنامه‌ات خیلی خوب بود. تلفن‌ها خیلی بسیار زنگ زدند. صبر کنید، ما کارو نو سر کردیم. شب بخیر. خداحافظ. گوش میکنم. من رانو. سلام رانو. کی هستید؟ من یک مخلص شما که میترسد که به شما ضرر نرسد. ضرر گفتید؟ چرا به من ضرر میرسیده است؟ چون که به قلبمان زیر میکنید. برای همین جانمان میسوزد. جانمان سوزد، ما هم جان میسوزانیم. با من گوش کن.
تو مرا ترساندن میخواهی؟ بله خانم رانا، اگر وی برنامه را دوام دهید در روزنامه یک اعلان چاپ می شود، اعلان سوگواری. گوش کن، ما به هر خیل خبرها باور نمیکنیم، فهمیدی؟ فهمیدیم که گپ را نمیفهمید، باید شما را زیارت کرد. خوش آمدید آقای کبوتر، با شما واخوردن شرف است. متاسفانه خوش نآمدم. آن خبرنگاری که درباره‌اش پرسیدم یک رو بوده است و کار را ادامه می‌دهد. سرمان را در بلا ماندنی است. آقای کبوتر، من خودم شخصا این کار را به عهده میگیرم. اولش بود کی بود که عکسش را در برنامه‌اش نشان داد؟ کسی را که سیرش فاش می‌شود می‌دانی چی کار می‌کنند؟ وقتی اولش تمام شده است میدانم، او را هم به عهده میگیرم. پیش از اولش اول از عهده خبرنگار انا برا خانم را میدانی؟ میلش آقا، میلش آقای کبوتر. رفتیم. توبه توبه، یعنی پسرش به سر مادرش سلاح گذاشت گفتی ها؟ وای وای، نگاه کن، امروز میپرسیدی حق پدر و مادر را، شنو و عبرت گیر. چی شد زنک؟ چرا میپرسیدی؟ معلمه وظیفه داده است حرمت پدر و مادر و مثل همین خیل چیزها. یعنی حرمت پدر و مادر. معلوم است که تو این کار رو جدی نگرفته ای. هر کسی حق پدر و مادر را نادیده گیرد روی جنت را نمیبیند. این پند نه تنها به انسان داخل دارد، هر یک جاندار چنین حق را دارد. چه یعنی؟ گوش کنید به شما چی نقل میکنم. حضرت عمر از همه دوست نزدیک پیغمبر ما صلی الله علیه و سلم، همین قدر آدم خوب بود که در این دنیا از 12 نفر 1 نفر بود که به جنت می رود. انا همین آدم وفاتش رو حس کرده به یک دوستش انشالله من به خوابتان می درایم میگوید. یعنی به خوابش می دراید، لیکن چند وقت پس دوست یقش یک شب حضرت عمر را در خوابش می بیند که او توسط اعمال نیکش از عذاب گور خلاصی یافته است. پرسیده است عمر چی شد؟ و خدا در اینجا سوال و جواب خیلی وزنین است میگوید. بعد چی شد؟ میگوید که یک روز در کوچه می رفتم، در دست کودکا یک چوجه پرنده را دیدم بیچاره پرنده در دست آنها می مورد و آنها پول دادم، آن پرنده را خریده آزاد کردم. انا همین رفتار میزان اعمال نیکی مرا افزود که به جنت رفتم میگوید. واه، با یک پرنده خلاص یافته است. این خوبی ها برای همه جانورها داخل دارد. البته پسرم، پیش از هر عملتان از مادرتان اجازت گرفته رفتار کنید. فهمو؟ میدانم، بردید مادران نمیبراید، خدا ناز نمیبیند. پسری من به کیچ خیلی یاردم دهد میداند داداش، راحت باش. همین طور نه پسرم؟ البته اوچه. من جواب بدیم اوچه. کی باشد؟ الو؟ نوربانا؟ مسعوده، چیکار کردی؟ سلاح رو پنهان کردی؟ نه، هنوز پنهان نکردم. یکون کس خبر نیافت؟ خاموش کن، بهتر خودم زنگ میزنم. خیلی بامزه بود. شما خوردن گیرید، من حاضر میایم. شبتان خوش رانا. شب بخیر.
дар куҷо пинҳон кунам? не намешавад. инҷо ҳам намешавад. дар як ҷое монам ки алпирин нарасад. инҷо ҳам намешавад. духтарам чӣ кор мекунӣ дар инҷо? дар сари дастархон туро интизорем. хӯрокат ях бар ин шуд. майли шуча, ҳозир меоям. مرا خوب گوش کن. تنها یک مراتب گپ میزنم. هم مقاله هایت را و هم برنامه تلویزیونیت را قطع میکنی. هرگز. این موضوعی تو نیست. برای همین دیگر دخلدار نمیشوی. فهمیدی؟ از یگون تعطیل نمیترسم. شما مثل سگ عکاس میزنید و خلاص. مرا گوش کن زن. بی‌طاقتم نکن. اگر گفتم را نکنی این مراتب آبی چشمت را نگاه نمیکنم. فهمم؟ سرده. این تنها یک آگهی. تمام. گیر نخوردم با تو آوردم. فهمیده گیر اکنون پنهان شو. فهمیدی؟ امشب در اینجا خواب کن. پگاه چورش رو میابیم. جیم شو همه رو با پا خزوندی. گویا تو داد نزدی. رو بخونه. در یک جای موندن در کرکی کسی نیابد. انشالله سحر از تو خلاص می شوم. خوش رسیدیم. بیا کنی مظفر. آمدید. احتیاط باش. خدا را شکر. آمدیم. انا شوهرت را ساق و سلامت آوردم. بیا. مرحمت اکای نجیب. چه زودتر دیر کردم. دیر کردی پسرم. 10 دقیقه دیگر موند. اپات کنی تا حال خوب است؟ نه وکک بیدار شد. سونکارا تی اوچه. حاضر پسرم حاضر. نوربانو؟ نوربانو؟ ای؟ خدایا توبه. کنی گیر جورا جان با تو خوراک اولی جانب آوردم. خور. حسیب چخیر بوده است. بومزه بوده است.
من رفتم. این چی باشد؟ عجایب سلاح بوده است. اوف اینقدر وزنین. من این رو به چنر نشان دهم. بیند کنی کی ترتانچه بوده است. اکا دکتر چی گفت؟ چند روز میخوابم؟ یک هفته نمیخیزی گفت. خون از زیاد رفت است مظفر. خوب است خوب. مظفر احتیاج به عوض کردن خون داشت به همین. اکا نخندان جراحتم الهی اکای نجیب شینید من چای بیارم؟ زحمت نکش کلین. التماس زحمت نکش. در شوبه بچه ها مرا انتظارند. روم تا اینکه دیر نمانم. اکا همیشه چنین میکنید. لازم نیست به خدا. این مراتب تشبوس من نیست. تشبوس بچه ها. سلامت باشن. خدا از همشون راضی باشد. خدا از شما راضی باشد. اکا تشکری زیاد. شما نمیشدید ما چیکار میکردیم؟ خدا او را برای پسرش زنده ماند. باز میدرایم. مایلش اکا خوش آمدید. ای خدا دیر کردم. قریب بود که سلو رو فراموش میکردم. ای وای سیلو نیست. در کجا باشد؟ در کجا؟ تو از کجا پیدا شدی؟ این حسی پنیر این خوراک الپرین است. یا خدایا پس سیلو رو الپرین گرفته است. مصطفی چنر رو ندیدی؟ از پشتت می آید. چنر اینجا بیا من با تو یک چیزی عجایب نشون میدهم. چی رو نشون میدهی؟ بیا بیا. نگاه کن این چی است؟ بازیچه هستین. من هم از این داشتم. چه خیلی بازیچه؟ دست کن با بازیچه مانند است. این چی است؟ قلم. نه نوری غلاف. خدایا او چقدر بچه یک رو است. احوالت خوب است حکمت؟ خوبم تشکر. رانو چی شد؟ شب زدن رفیق سردار. زدند گفتی؟ در کجا؟ چی خیل؟ وقتی از کار برآمدند یک کس با پس سرم سلاح گذاشت. تو را دیدی؟ فهماده میتوان؟ متاسفانه رویش رو دیده نتوانستم. سرت چی خیل است؟ این زخمی که در رویم میبینید باز یک زخم دیگر از پس سرم. با دکتر رفتی؟ یک رنگین میکردی؟ رفیق سردار شما بعد از مرگ حلیمه خیلی حساس شدید. گفتم که خوبم. میدانم چیکار کنم در دستم نیست. بیا با اینجا بیا. تصویر کامپیوتری را بار دیگر مقایسه کنید. سردارم شینت سردارم به فکرم نفری را که نقشه ترکیشی کنسولگری را کشیده بود پیدا کردیم. کی بود است؟ این آدم سردارم با لقب باران مشهور است، لیکن در حجت ها نامش توران بازبی قید شده است. از کجا میدانی که این وی است؟ سردارم آنها در مرکز صنعت یک قرارگاه مخفی داشتند. بچه های ما چند وقت باز آنجا را زیر نظارت گرفتند. میدانید این باران سردار همان گروه بوده است. در شب ترکیش از آنجا برآمدن اولش را بچه ها دیدند. مایلش نظارت را پرزور کنید. اطاعت سردارم. نفری که تو را زده است این میتواند باشد؟ نمیدونم.
گفتم که رویش رو ندیدم. حاضر برای گرفتن اولش آمدم آقای کبوتر. همین خیل کن که جسدش را پیدا کنند، رفیقانش بینه که کارا تازه نکردن عاقبتش چی است. شما اینش را با من گذارید آقای کبوتر. با شما وعده میدهم دیگر تکرار نمی شود. در این دولت از همه چیزی کلان که ضد انقلاب می‌ایستد این دین است. نباشد عالم بزرگ مارکس چی گفته است؟ دین روحی بی‌مرحمتی دنیا است. وقت دوره بیعقلان است. فهما دین افیون خلق است. شو این را در تاریخ روشناسی و سوسیولوژی اثبات کردند. خوش آمدی برانکا. خوش باشید. اولش در اینجاست؟ در آنجا خوب کرده است. مایلش دوستان کارتان را ادامه دهید. این را در تاریخ روشناسی و سوسیولوژی اثبات کردند. ای خیس. چی شده که؟ گیر. با تو برای خوردن آوردم. چی؟ خور میروی. چی شده که؟ بکجو؟ بالایه ها بعد انفجار کی بودنت را فهمیدن. مبارزه را در خارج کشور ادامه دهد میگویم. تو را میدزدم. با اروپا میروی. راست میگویی اکا؟ نه. نیستی تو برای این آدم را از کجا مییابند؟ لیاقتمندی تو را فهمیدن. خیلی باشد چرا انتظاریم؟ اکا زود رفتیم. رано ту кофтуковатро давом деҳ. ҷавонон ба дасташон чӣ хел меафтанд ба халқ нишон додан хеле муҳим аст фикр мекунам. رفیق سردار، از پس این کار خیلی جنایت ها رو فوش کردن ممکن است. رانو، خیلی یک چند روز با تو همراه می شود. تو تنها نگرد. یعنی حال و خوف و خطر این گروه وجود دارد. من خودم رو محافظت کرده می توانم. намешавад. ҳозир вақти худнамоӣ нест. чихеле ки гид мегӯяд ба ту як муҳофизатгар лозим. хайрӣ. о, хадича хоҳарам, хуш омадӣ. биё биё аз ин ҷо шин. از پسرم خبر هست؟ аз пасаш ҳастем. мебинӣ ки худаш омада моро меёбад. شاید پشیمان شده باشد. کاش که بیاید. من او را از دین باز بخشیدم. بی سواد چی کار کرده گشته است؟ ҷавонӣ ҳамин аст хоҳарам. ҳамаамон хато кардаем. иншоаллоҳ хатои бузургтар накарда бас мекунад. بس میکند و میشیند در پهلویم. نمیدونم نزدیکی روم. تنها نزد شما میآیم. آب چشمتان را تازه کنید خاله جان. انشالله رفیق سردار پسرتان را مییابند. خوابم میپرد. شب و روز در فکر هستم که چی میخورد، چی مینوشد، در کجا میگردد. اکا چرا با اینجا اومدیم؟ با کی وام میخوریم؟ با یک نفر وام میخوریم. شناسنامه تو را میارد. با کجای اروپا ما رو روان میکنند اکا؟ با یک دیه. نه با اکا؟ در بلگیه یک دیه است. نامش درختزار. راستی من هم نمیدانم. حالا وقت است. بیا یک قدم زنیم. کی این رو میگفت که اولش پای کجیله حاضر یک نفر از مبارز انقلاب شده است. کنی نقل کن با غایه انقلاب چگونه آشنا شدی؟ اکا من در کودکیم یک ناحقی میدیدم طاقت کرده نمیتوانستم. 3 نفر یک نفر رو میزدن. نگاه نکرده زود میدر اومدم. معلوم است که بچه جسور هستی. من خرد بودم پدرم مرد. خیلی که میدونید بی پدر کلان شدم. یک عمک داشتم اما خیلی آدم بود باید میدیدی.
قیزل نجی میگفتن دورا. مگر قیزل نجی اما که تو بود؟ بله اکم میشناسید؟ شنیده بودم. یک کلاه سبز میپوشید، کمزال سرخ، بعد یعنی مثل تو فکر میکرد، بسیار فکر میکرد، در همه میتینگ ها در پیش بود. به خدا فکری من همین بود. بعد عذابش دادم، پای چپش میلنگید. من هم همین طور راه میگشتم، همه وقت میخواستم مثل وی باشم. یک قیزل نجی بود. رئیسان تشکیلات از من خواستند که او را کشم. شما چه شامل شدید؟ پروندم، اما متاسفانه نمرد. معیوب ماند. بعد تشکیلات به پلیس خبر داد، اما هیچ چیز را نفهمید. اما که سادت فکر کرد که پلیس کرده است. چه کار میکنید اکا؟ گیرید سلاح را. اما کت را نکشتم، اما تو را. اکا مبارزه اما فکرهای انقلاب تشکیلات همش دروغ بود. تقدیری بدی عائله شما همین است. میفهمید و لیکن دیر. نیست بود انسانی. زنده بود انقلاب. چرا اینقدر دیر کردی؟ اوف چرا سراسیمایی؟ فلوکت نابود شده. آرام شو. گپزن چی شد؟ سیلو الپرین سیلو رو گرفته است. چی خیلی گرفته است؟ پنهان کرده بودی؟ پنهان کردم لیکن یافته است. وای رفتیم زود رو یابیم. نوربانو اکا یوسف کنی سیلو زود ده روم. سیلو در دست ما نیست. چی خیلی در دستی تو نیست؟ دینه به تو دادم کن. نمیدونم برادرم یافته گرفته است. چی خیلی برادرت یک سلاحی کلان رو میگیرد. زود رفته یاب. در کجاست برادرت؟ کنی اینقدر سخت است؟ تو حالا با این سلاح بازیچگیت ما رو ترسوندنی؟ اگر کشیده توانم با تو نشون میدیم بازیچه رو. چی نگاه کرده ایستاده یاریده؟ حاضر میبینی بازیچه است یا حقیقی؟ زیر کن آخر نباشد. دو سوده. اگر پروند مردیم. چی شد دخترو؟ تینجی است؟ معلمه الپرین رو میکوبیم. امروز ناومده است الپرین؟ چی خیلی ناومده است، در اینجا باید باشد. خدایا ناومده است دخترم. من بین شاید یگان گم شده باشد. معلمه زود الپرین رو پیدا کردن لازم است. بچه ها یگان کس الپرین رو دیده است؟ خدایا گرنگ شدم. کجا شد این بچه؟ آینه رو پرونه یا در رو. ایست تو بازیچه گفتی ها؟ بهترش تو رو میپرونه. چی شد؟ ترسیدی مگر؟ بازیچه گفتی کو؟ چی من از این بازیچه میترسم؟ گفتم کو این بازیچه است.
این بازیچه نیست. سخت محکم بوده است. حاضر کشویم نبینی. بچه ها التماس گوید به نام خدا کی دیده است آلپرین رو؟ وقتی که ما به درس می در آمدیم او با چنر به حاجتخانه رفتیم. چی شد به اینها؟ بچه ها شما در اینجا ایستید. زود برمیگردم. بی عقل. چرا سلاح رو از وی گرفتم؟ این کم بود. باز به یک دخترچه دادم. چقدر بی عقلم من؟ آلپرین مرا گرم نکن. آخرین بازیچه است. حامیان فیلم در مرکز